هستن اشخاصی که طرفداری آنند که در مرکز شهر بودنش خوب بود، چون که تعداد زیادی شهروندان ساکنان در آنجا به هر کار مشغول بودن. بعضی در قسم نظامی همچون کارمندان ملکی فعالیت داشتن، قسم دیگر تکثیرانان آنها صاحبان ماشین شخصی بود که در خدمت کارمندان و خدمتچیان این قسم بودن. ولی من فکر میکنم خیلی خوب شد که از مرکز شهر محض در مرکز شهر بودنش خیلی خطرناک بود، هم از نگاه خطر داشتن به اهالی خانه های بلندشونه که در گرد اطراف این قسم جای گرفتن، هم از نقطه نظر اون که وقتی آخر حادثه های با اهالی محلی با ساکنان محلی در مناقشه شدن خدمتچیان این قسم خیلی زیاد به قید گرفته شده بود و با همه کوشش های صدارت و رهبریت قسم نظامی این حادثه ها برعکس به جای کم شدن برعکس زیاد شده بودند.